ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 28 آگوست سال 2024 درباره بازداشت و 7 شبانه روز ضبط شدن دو دختر جوان 20 ساله لیلا سفرزاده و شبنم سیدزاده برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی در حالت سرخوشی از استعمال مواد مخدر نو متامفتامین یا کریستال خبر داد. یکی از این دختران سرخوش بلاگر با تخلص لیلا محمود بوده است که در اینستاگرام قریب 16,000 ابونچی داشته است. مرکز مطبوعات ملی دوشنبه میگوید مقامات ملی پایتخت با مقصد پیشگیری استعمال و پنشوی واسطه‌های نشه‌دار در حدود شهر دوشنبه مبارزه بیامان میبرد. متاسفانه چنان تحلیل‌ها نشان میدهند وقت‌های آخر بعضی از جوان پسران و جوان دختران به استعمال مواد زهرآگین میل نمودند. از جمله می‌افزاید ملی پایتخت تاجیکستان ضمن برگزاری یک عملیات سنجشی شهروندان سفرزاده لیلا و سیدزاده شبنم ساکنان 20 ساله شهر دوشنبه که به ویران نمودن ترتیبات جمعیتی مشغول بودند به مقامات میلیشیا دسترس کرده شدند. ضمن تشخیص معین کرده شد که نامبردگان از استعمال واسطه‌های نشه‌دار نو متامفتامین یا کریستال در حالت سرخوشی قرار دارند. بنا به اطلاع میلیشیا نسبت به لیلا سفرزاده و شبنم سیدزاده مواد ضروری ترتیب داده شده. از جانب دادگاه نسبت به هر دو جزا در نمود حبس مأموری به مدت 7 شبانه روز تطبیق کرده شد. تفصیلات دیگر قضیه نشر نشده است. روشن نیست که این دو دختر در حالت سرخوشی از استعمال مواد مخدر ترتیبات جمعیتی را کی و در کجا و به کدام شکل ویران کردند. در این باره هم که این دختران کریستال های متامفتامین را از کجا به دست آوردند در گزارش چیزی گفته نشده است. این نوع مواد مخدر وقتهای آخر در نزد کلوب های شبانه و دیسکوتک ها فروخته می شود. بیشتر خریداران این مواد زهرآگین به نام جوانان طلایی از جمله فرزندان منصبداران بلندپایه می باشند. لیلا محمود یا لیلا سفرزاده در صفحه‌اش در اینستاگرام اساساً عکس و ویدیوها می‌گذارد. او در این عکس و ویدیوها با لباس‌های گوناگون از جمله با لباس ملی ظاهر شده در هوای ترانه‌های دیگران لب می‌جنباند. در عموم محتوای عکس و ویدیوهای لیلا محمود جوابگوی چارچوب معیارهای اخلاقی به نظر می‌نمایند. درباره شخصیت متهم دوم در این پرونده شبنم سیدزاده تا این ساعت معلومات مشخصی هنوز به دست نرسیده است.